الحمید. بالکل امو مرضا ایره پیغمبر پیشن گویی کرده و امروز امی مرضا وجود داره، مردم تباه کرده. هر دفعه که رفتی یک روز امی مولا برات گفته که نه سرش تاویز نشده، گفتن نه برات میگه خوب شد زود آوردی، اگر نه 2 ساعت بعد از بین میره. باز چی میگه اوجا چیسته سوزانای زنگ زده را که سابق خودش مانده جنیات میگه که من گفتم که بیار، باز تو بیار. اونمونجا جن خود تو نمیبینی میاره کاب دمو جامش میفته بالا میکنه که او سوزانای زنگ زده است. او دا چیسته تا رو پیچ زده شد. چی میگه اینی طور جادو سرت کرده بود تو دیگه بیچاره. باز چی میگه تا او وقت خواهمی جنیات هم سری تو شیشته بود، جانت گره هنگ بود، تا اونجا را سرت سوار بود رفته رایی بودی. اونجا که امو جن تو را ایران کنه جانت سبک میشه همیته، میگه والا جانم سبک شد سبک. زد در بدر که تبا کت مردم. او برادرم از کاری پیغمبر لازم بگی. پیغمبر برای صبح و شام از کار داره، بعد از نمازها از کار داره، دعاها داره. تو ملازمت و پابندی از کار بکو. اگر سری تو جن یا جادو کار کرد باز مرا اعدام بکو. تو تلاوت قرآن بکو باز بعد از سری تو جادو کار کرد باز مرا اعدام بکو. تو خو مسلمان خدا گرفتی اما زندگی را به شکل سالمی یک روزم پیش نبردی. از امو خاطر خانهت محلی چی شده؟ جنیات. خودت محلی چی شده ای؟ جنیات. نه بیا با دینت رابطه پیدا کن، انشالله خود به خودی گپا از بین رفتگیست. و قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدوده. این دیگه خباثتی از یا خباثتی دیگه از یا ایره چی میگه؟ این خباثتی از یا ادعای بی مورد، لافی که هیچ اساس و سند نداشته باشه. برادرم تو که کدام لاف میزنی سند داری؟ یقینا این لافای بی مورد انسان نزنه. الله تبارک و تعالی عظیم درس به ما میده. ای امت پیغمبر شما مبتلا به این گپ نشوید. در میدان عملتان چیزی وجود داره که لاف میزنه یا نه؟ اگر در میدان عمل به وجود از خلاف بزن، اگر نیست چرا لاف میزنی؟ یهود چی میگفتن؟ و قالو گفتن لن تمسنا النار، هرگز ما بر ما نمیرسه النار آتش. اول خب کل ما نمیرسه، اگر برسه الا ایام معدوده، مگر روزای خیلی شمار شده. 4-5 روز یا 7 روز است. او به کل گوی ما هم نمیرسه. امویی که گوساله را پرستش کرده به مو میرسه. خب کل عمر نمیرسه، یک چند روز میرسه. چند میشه؟ یک چند روز میرسه دیگه نجات یافته هستیم. قل بگوی پیغمبر علیه السلام با دعوا میشه، یعنی که سند و دلیل داری. همین گپی زبان خیلی آسان میباشه، هر کس گفته میتونه، هر کس ادعا میتونه. ما و شما هم گفته میتونه اما مکمل مسلمانی واقعی ما هستیم. کو کی؟ اما کمال برام نشان بده. چند درجه؟ 2 3 4 5 10 کدام؟ قرآن برای ما درس میده که مردم ادعاهای بی مورد نکنه، بی اساس نکنه. اسلام دین عمل است، دین گفتار نیست. تو در عمل خود یک دفعه طول کو. الله میگه قل بگوی پیغمبر علیه السلام اتخذتم عند الله، آیا شما کدام پیمان گرفته قرارداد داره، خط داره، عهدن یک پیمانه، وعده نجات، فلا یخلف الله، که هرگز مخالفت نمیکنه الله عهد او از پیمان خود. اگر از الله کدام پیمان گرفته که یقینا الله از پیمان خود مخالفت نمیکنه برای نجاتتان، خوب بگوی بیاری پیش کنی امو پیمانتانه، امو قرارداد خطیتانه بیاری. ام تقولون بل تقولون، بلکه ختمت خو وجود قطعا نداره، بلکه شما میگوی علی الله، بالای الله ما سخنای را لا تعلمون، که سند و دلیل علم نداری. اینجا علم به معنی چی هست؟ سند و دلیل سرش نداره، از دروغی گپا را میزنه. شما میگه ما دوستای الله هستیم، الله در اونجا باز میگه که دوستای الله است، چرا عذاب شما را میده؟ شما که دوستی الله هستی. عجیب است. بله او مردم ادعا نکنه، معیار چیزی دیگه است، حقیقت چیزی دیگه است. حقیقت کدام چیز است؟ قرآن بر ما میگه بلای طور نیست که شما میگه، بلکه گبی طور است. من کسب سیئتا، حقیقت سخنی طور است، او از حقیقت سخن مکمل بربادی شما نمایان معلوم دار است. خود چرا فریب میده؟ چرا؟ بلا من کسب،
ای طور نیست که شما میگی، بلکه کسی که کسب کرده سیئتا گناه را. دو ترجمه میکنم. من کسب، کسی که کسب کرده کل عمر سیئتا گناه را و در کل عمر یک عملی نیک انجام نداده، این طور آدم مسلمان است یا کافر؟ و احاطت بهی، احاطه کده، فرا گرفته ای مرده کرده خطیته گناه ازی. آدم که سخنم میگه گناه است، قدم که میزنم گناه است، عمل که میکنم گناه است. یک آدم که در این سرحد رسیده باشه که قدمتم بی گناه نیست، الله رحم بکنه. بعضی مردم ها امیطور است، یک سردمدارا و کلانا یقین به الله بکنه قریب به می مورد رسیده که قدم میمونه غیر از چی است؟ گناه. یا رشوت میخوره، یا غصب زمین میکنه، یا سود میخوره، بگویه یا چیسته نماز ترک میکنه، یا گناه. یک کسی که در این سرحد برسه او هم باز دعوای جنت داره. او یهود شما خو یک دم گناه ولی در شما یک دانه نیکی را نمیبینیم، چطور دعوای چی را داری؟ جنت داری که میگه ما در جنت میریم. یک ترجمه ایست. دوم ترجمه، اگر مسئله سیئه در گناه خو آدم چی نمیشه؟ ابدی در جهنم نمیره. اگر کسی بعضی اعمال انجام بده عقیده و ایمان داشته باشه، نه، اینجا سیئه به معنای شرک است. بلا اینطور نیست که شما میگه من کسبه، کسی که کمایی کنه سیئتا شرکه، یعنی در شرک واقع شوه و حاطت بهی خطیته، بعد از گناهش یادم فرا بگیره، فاولئک، اینطور مردم اصحاب النار، ملازمین آتش جهنم است، هم فیها خالدون، امی مردم دمی جهنم همیشه هستند. آلی برای شما معیار معلوم شد، خودت طول و ترازو کنی که شما چه حالتی داره، آیا گناه سرطان احاطه کرده یا نکرده، مبتلا به شرک هستی یا نیستی. بس قرآن ما را آگاه کرد، بیدار کرد. ما تلاش کنیم که در شرک واقع نشده باشیم، بعد از او تلاش کنیم که ما را گناه های احاطه نکرده باشه، که تمام روز غیبت، چلبازی، دروغ، خیانت، دزدی، نعوذ بالله، آزار، اذیت، این گپا نباشه. انسان اگر وقت خود مؤمن میگیم دعوای جنت میکنیم، باید پابندی بکنیم به ایمان خود. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، یقینا کسانی که ایمان آورده و عمل صالح انجام داده. والذین آمنوا، کسانی که ایمان آورده از عقیده مکمل تیت و تاب شده، و عملوا الصالحات، مطابقی نمی عقیده عمل درست موافق سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم انجام داده. این دو شرطه که پوره کرده باشه، آلی آدم باید دعوا بکنه. چرا؟ اینطور آدم اولئک اصحاب الجنه، اینمی مردم ها ملازمین کیسته؟ هم فیها خالدون، اینمی مردم ها در جنت همیشه است. تو کدام عقیده داری که دعوا میکنی؟ تو کدام عمل صالح داری که دعوا میکنی؟ بس گپا خود به خود حل است. امروز اگر 100 نام اهل سنت سری خود بمانم، لیکن عقیده از شرک باشه، پیری خود قیوم زمان بدانم، در وقت مشکل به پیری خود آواز بدم، پیری خود حاضر و ناظر بدانم، پیری خود مشکل کشا و حاجت روا بدانم، موحد هستم یا مشرک؟ باز خود مشرک هستم برادر. باز دعوای جنت دارم؟ بله، عقیده صحیح هم داری، بالکل داری، هیچ نوع شرک در وجود نداره. و عملی تا پیش کو که عملی کیست؟ موافق نقشه کیست؟ این را پیش کو. اگر عمل انجام میدی خیلی خوب عمل انجام میدی، خواست طریقه پیغمبر پرسان نکردی که پیغمبر چی رقم طریقه کرده بود، طریقه پیغمبر چطور بود در راه، باز بعد از این عملی تو کی قابل قبول است؟ و اذا اخذنا میثاق بنی اسرائیل لا تعبدون الا الله، دیگه خواستش الله تبارک و تعالی بیان میکنه. و این برنامه و قانون برای سازندگی جامعه مسلمان است. معاشره مسلمان ها کی رونق میگیره، کی در اونجا فضای صمیمیت پیدا میشه، امنیت برقرار میشه، هر کدام یکی بالای دیگه مطمئن میشه، اعتماد پیدا میشه. کی کارا میشه؟ الله بر ما یک برنامه عمومی میده. این امر به بنی اسرائیل در کل تاریخ ها توسط انبیاء علیهم السلام به مو امتایشان شده و به امت پیغمبر هم همی توصیه است. الله یاد میکنه از بنی اسرائیل قابل یادآوری است در آن وقتی که ما گرفتیم میثاق بنی اسرائیل، وعده محکم از بنی اسرائیل. اول گپی ما چی بود؟ در سری وعده محکم
لا تعبدون الا الله، عبادت نکنی بغیر از یک الله. نظر عبادت است به نام الله بکنی، به نام بیبی، به نام حسین، به نام فاطمه و بلعباس نکنی. بکنه یا نکنه؟ نکنه. چرا عبادت است؟ دعا چیست؟ از کی خواسته شود؟ از سخی صاحب و شیخ عبدالقادر جیلانی خواسته نشود؟ از علی و حسین خواسته نشود؟ چرا اگر بخواهی باز لا تعبدون عبادت الله را نکردی؟ اول گپی که از انبیای سابقه از اومد گرفته وعده محکم الله با واسطه انبیای خود این همی گپ است. لا تعبدون الا الله، عبادت نکنی امرای الله یک کسی را هم. لا تعبدون نگفته کی را؟ لا تعبدون احدا، یک کسی را عبادت نکنی بغیر از کی؟ الله. نه پیغمبر، نه ملک، نه ولی را، نه انسان، نه جنی را عبادت نکنی. یک مسئله و بالوالدین احسانا، احسان کنی، خوبی کنی، روش نیک کنی امرای پدر و مادر. احسانا بروش نیک، به طریقی خیلی درست و مناسب خطی پدر و مادر معامله نیک بکنی. اول حق الله را بیان کرد، باز حقی پدر و مادر. چرا؟ پدر و مادرم در وجودی تو مداخله داره، شریک است یا نه؟ اصل پیدا کننده کیست؟ لیکن با کدام واسطه تو در دنیا آمدی؟ با واسطه کی؟ اصل برق از کجاست؟ از او مرکزی برق است که اونجا چیستا آب در پرا خیلی قوی میخوره، برق تولید میشه. است یا نه؟ خب لیکن گروپ هم قابل قدر است یا نه؟ اگر گروپ نباشه روشنی برید میکنه؟ پدر و مادر وسیله وجودی است. بله وقتی که الله و پدر و مادر وسیله وجودی تو شد، اصل پیدا کننده و موجود حقیقی کیست؟ بله دیگه موجود مجازی یا وسیله و ذریعه کی است؟ پدر و مادر. الله حقوقی هر کدام علیحده بیان میکنه. حق الله بندگی الله است. چیست؟ آلی همی بندگی به پدر و مادر درست است؟ سجده به پدر و مادر درست است؟ به نام پدر و مادر ذبح درست است؟ به نام پدر و مادر نماز درست است؟ چرا شما نماز شام که پدرتون وفات کرد بر رویش خواندی؟ 2 رکعت نماز بر روی پدر نگفتی؟ نگفتی؟ اینجا حق الله را، بندگی حق الله است، تلاوت حق الله است، به نام الله میشه، نماز حق الله است، برای الله میشه. تو چی کردی؟ تو چی کردی؟ حق پدر و مادرت الله مشخص کرده. حق پدر و مادر بندگی نیست. حق پدر و مادر روش نیک، رفتار نیک امرای کیست؟ پدر و مادر. پدر و مادر احسان کردن امرایش حق الله، عبادت الله بود. حق پدر و مادر احسان است، قطعش روش نیک امرای ازو کردن. چه رقم روش نیک؟ اول روش نیک که حق پدر و مادر سری توسته اصلاح عقیده است. اگر عقیده پدر و مادر درست نباشه، ابراهیم خلیل الله اول عقیده خدا به کی پیش کرده بود؟ به پدر خود. چرا؟ مسئولیت داشته اون مورد. تو عقیده خدا پیش کو. خب پیش کردن چند قسم می باشه؟ رای دعوت میدانی؟ نروی که بگا بگی مادر، او مادر جان تو مشرک هستی، او پدر تو مشرک هستی. تو نگو. او تو نگو که من برات میگم کی کار شرک است. من میگم نگو. پدر و مادر از زور میره. در یک روز مدرسه تو رفتی ولی اینی قدر گک جانید مرا میگی که این گپ شرک است. این مولا را این قدر که درس خوانده، تو یک روز رفته این مردما که 60 سالی جمولاتیر شده گپا نگفته، تو دخترک امروز رفتی دو پاریت میکن دیگه اگر قدم مانده بودی باز نمیمانم تا. عامل نه آمدن کی شد؟ بگه خودت شدی. نه مادری دمی فرصت کار کده برای چی میگه؟ سخی صاحب جنازه تا دمی دیگر روان کنه. میگه یا نمیگه مادرها؟ خرایی کده بگو مادر جان امروز در ترجمه مولوی صاحب از روی قرآن گفت که هر کس اینی طور دعا را بکنه همراه الله شریک جور کده و این شرک است، این قدر سخت گناه است که کل اعمال نیکی ما را از بین میبره. تو نگو. از کی نقل کو؟ از عالم. آل یک دم عرق می آیا خود دخترکم در کجا گفته ثبت نکده ای در تلفن، تو یک دفعه سرم بشنو کرد پیتره بلش چالان کو. چالان که یک دفعه در گوش بشنو وی توبه وی توبه نمیفهمیدیم. الله تو را اجر بده دخترکم، دیگه هر روز در مدرسه برو. خب این است که اگر تو نمیرفتی ما خود سالا همینطور گفتیم که جنازه تانه در دیگر سخی صاحب روان کنه. از سخی صاحب دیگه
نشسته که حالی کی بددعا میکنه که بچه‌ش جنازه‌ش روان کنه. همونطور است یا نه؟ خب طریقه داره دعوت، اینطور نکنه. ما که ضربه خوردیم ما براتون یقینا میگم ضربه از دوستای خود خوردیم در جا، یا فقره در یک جای بد گفته، یا امام بد گفته، یا علما را همونطور عادی چی کرده، یا از ما قسم دیگری تعبیر کردن و در اونجا مردم فکر میکنه که والا مولوی صاحب اینوی طور است، حالا که ما اونطور نیستیم. عمل افراد نمایندگی از ما نمیکنه، نمایندگی از ما گفتاری ما میکنه، عمل خودی ما میکنه. افراد شده میتونه در لباس دوست چی بکنه؟ دشمنی با ما داشته باشه، یا ایسته که نفهمیده گپه خطا شده بیچاره دیگه، اینطور شده نمیتونه. نه اونطور باید نکنیم. احسان با پدر و مادر اول صحت عقیده، دعوت به سوی عقیده است. بعد از او از حالش خبر باش، مریضی دواره برش بیار، کدام چیز خیلی دوست داره هفته به هفته برش حاضر کو. همیشه سلام، بیرون که می آمدی امروز این طرف میرم، اجازه است پیش بگی اینی کارا میکنم. بینمی قدر گپا دلی از او بسیار بلند میشه. دلش که بلند شد شما خبر داری که دعای پدر چیست؟ دعای پدر و مادر طلاست، طلا. هر کمالی که در خود مشاهده میکنی انشاءالله از برکت دعای کی میباشه؟ پدر و مادر میباشه. پدر و مادر به این قسم نگاه بکن، نه تنها خودی پدر و مادر، دوستی پدر و مادر احترام کن. پیغمبر علیه السلام دوستی بیبی خدیجه الکبرا را رضی الله عنها را اینقدر احسان میکرد، خطش تعظیم میکرد که پرسان نکن. یکی از جمله حقوق پدر و مادر که بعد از مرگش ادا میشه چیست؟ با دوستایش امو رقم تعلقه و رابطه خدا نگاه کردن. ایام چی است؟ چی پدر است. پشتی سر میاد در سوره اسراء اونجا که الله برات میگه از قلبت هم احترام نشأت کنه، سمبولیک نباشه که در ظاهر السلام علیکم پدر جان، اون طرف که میری که فکر کنی از دنیا میری مرا در بدر کردی، اینطوری نباشه. احترام و ادب از این قلبت نشأت کنه. یقینا اونو مشکلات اولی خود در نظر بیار که من خرد بودم گریان میکردم، کل مشکلاتم سری مادرم بود، کل مشکلاتم سرم پدرم بود، بیخو بودن سر من، بیخو در زیارت ها مرا گشتانده. ایره خو نمیگی در زیارت ها گشتانده که تو جور شوی، خب جور شوی. و دل قربا، بله حقوق شروع شد. حق الله اول بود، بعد از او حق پدر و مادر، نزدیکترین کسی که تو همیشه قطش زندگی داری و قابل احترام و تعظیم است. حق از یار باید تو بشناسی. بعد از او ذل قربا، هر کس که امرای تو رشته رابطه قرابت داره، نسبی داره، تو باید لحاظ از یار بکنی، در نظر بگیری. امیر رمضان مبارک است، خاله داری بیچاره یتیم دار است، امی دستی دلت آمد رمضان مبارک روزی اول آمد، اول رفتی روغن در بازار خریدی خرما را، اول بردی در خانه خالت، بعد از او در خانه خود بردی که الله از پیشت خوش میشه. آنه تو در عمر در بدر میشی یا نمیشی؟ ولی موت خو خاله در یاد ما نامد، همه در یاد ما نامد. موت خو نفر دیگه خیرت است، رفیقم است، چی میکنه؟ در همشیری خود در زنی خود امر میکنی، دمی رمضانی مبارک خیرت است، رفیقا آمدن چی میکنن؟ دیگ پخته که برشون و خوار و همشیره و زن میگه که رمضان است، چپ بشی، این رفیقاست رمضان نمیگیرن. تا این خانالی دود میبره همسا خبر میشه خیر است، گاز خیلی پخش چی بکن نکن، حالی چی پخته کنم؟ گوشت آورده این. پسان باز بوتلای شراب هم سریمیخ همشیره و زنی خود برابر میکنه. باز پسان چی میگه؟ بگوی باز پسان چی میگه؟ میگه روی لچ باید دمی مجلس بیایی. این دوستای ما است، از این دوستای خوریگیری نیسته. باز پسان چی میشه؟ شراب زده امی زنش نعوذ بالله مورد تعرض قرار گرفته. اینطور حالت است. در این وطن دمی رمضان یک نفر برای ما قصه کرده که همینطور حالت آمده. الله رحم بکنه. تو قریبی تا نمیشناسی رشته داری تا، تو او کسی را آورده که هم ایمانی تا تبا کرد، هم ناموسی تا تبا کرد، هم رسوای دنیا هم از آخرت گردانید تا. قطعی که امرایی داری، قطعی که دوستی و رابطه داری. در اول سری قرآن کریم که شروع میکردم در ضرورت قرآن کریم براتان گفتم لقد اضلنی
عن الذکر یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. ای افسوس که کاش که فلانی را دوست نمیگرفتم. روزه را سر ما خود در بدر کرد، رسوای قوم کرد، رسوای الله کرد. دوستیت با این طور مردم باشه که یقینا تو را در ترجمه قرآن بیاره، که دیگر از تو دست برش بالا کنی که الله این دوستی مرا عزت بده. یقینا مرا چقدر مرا نو زنده کرد، یقینا مرا نو زنده کرد. اون طور دوست پیدا کن. خوی کی میشه که اول از اقربایت، از رشته دارایت آلیش داشته باشی. بعد از او ما به مردم بار میگیم، بار او مردم خیرات من نمیکنه. شما باور به الله بکنید دمو ساعت که مرده شده خیرات من نمیکنه. خو خیرات به خود مستحق داره. حقوق مردم ها بپرداز. باز بعد از او قرآن کریم بعد از اقربا کدام کس نیاز و ضرورت خیلی به کمک و مساعدت و بگه مهربانی و شفقت داره؟ کسی که پدر مهربان خود از دست داده. کسی نیست که دست شفقت به سرش کش کنه. حالی بعد از حالی از او خبر باشی. برو در یتیم بزن. دمی رمضان از پیشش سوال کو چی دارن؟ پدر نیست، کارگر نداره. یک مادر بیچاره حیاناک است، بیرون برآمده نمیتونه، از مردم سوال کرده نمیتونه، گشنه نمیجه است. ندیده ای بار ما گفتیم بچگه که یتیمی خوده گندنه را از بازار خریده، نان بولانی جور کرده، شام دیگه مردم در پیش پدر و مادر ناز زده رایسته افطار میکنه، این بیچاره گرد در کوچه میگرده بولانی تازه یا بولانی گرم، به خاطری که نان و نفقه اولادکا برابر شد. همین بچگه کس. تو برادرم چرا از یتیم خبر نداری؟ ای ملا صاحب، ای وکیل صاحب، ای حاجی صاحب، تو رو والله قسم همینجا پدر وفات کرده بود، در دوره اسقاط پیسه یتیم تو نگرفتی؟ پس دور نخوردی، از خانه یتیم پلو نزدی؟ تو چی جواب به الله متعال داری؟ این کدام دین است؟ امروز به نام یتیم هزارها پولی مردم در جیب ننداخته ای؟ از یتیم تو خبر شدی؟ او جناب قماندان و رئیس و رهبری تنظیم اسلامی به نام یتیم چقدر کمک آمد؟ در کدام جای برای یتیم امیال یتیم خانه داری؟ اموی که پدر خود از دست داده دیگرها دکتر و انجینر میشه، خب بچه یتیم به جز از قمارباز دیگر را نداره. چرا؟ قتیل و پرا همراه میشه و میره همینطور. مادر دو چشم سرخ گریان داره که اولادم تباه شد. داری کدام یتیم خانه که در اونجا درس قرآن و حدیث شود؟ او تجاری محترم کدام یتیم خانه داری؟ پلکک زده رایستیم که فرانسه و آلمان برای ما دارالایتام جور کنه و قانونی خود به اطفال ما نشان بده. و اگه سبا یهودی و نصرانی میشه چرا شود؟ تو گذاشتی یتیم در دستی از وا، در دامنی از وا. تو تاجر، تو افغانی، کم جنایت مفت نیست که کسی اونجا در قبر جواب بده به منکر و نکیر. مفت است. این یتیم ما در دامنی کی تربیه می‌یابد؟ باز میگه مردم یهودی و نصرانی شده. چرا؟ خود تو موقع برش دادی. او سرمایه گذاری کرده، منزل خریده، تعمیر خریده، استادا را برش مقرر کرده. کدام استاد؟ چی قانون سرش عملی میکنه؟ برش صدا میکنه، میگه یک دفعه به الله صدا کنی که چیزی برای تو میاد یا نمیاد. صدا میکنه یا الله نان برای ما بیار، هیچ چیز نمیشه. تو صدا کنی یا عیسی، که یک دفعه صدا کنه یا عیسی، ترنگست است که قابا چیندمش در سر میزان. طفلی تو از روزی اول میگه که الله چیزی نمیتونه، عیسی علیه السلام چیز میتونه. از دست تو تاجر بازم مصرف کن، بازم تلویزیون جور کن، بازم سالون عروسی جور کن، بازم پمپای تیلی تا زیاد کرده برو، بازم تیل را زیاد بیار، کمک کرده برو با کفار، بازم تو دعوای اسلامیت بکن. ای بیوه و یتیم کدام طرف رفته؟ قرآن برای تو چی گفته؟ بعد از اقارب شفقت سر یتیم کن. والیتاما، شما احسان بکنی، روش درست بکنی به امرای یتاما، مالش مسئول نگاه شوه، خودش زمینه تعلیم برش مساعد شوه. یتیم باید در جامعه مسلمان احساس نکنه که من پدر داشتم یا نداشتم. هر فرد مسلمان حیثیت پدر برش پیدا کنه. در زمان پیغمبر اسلام چطور بود؟ پیغمبر چرا ام سلمه رضی الله عنها را نکاح کرد؟ یتیم دار است.
به خاطر که یتیم در بغل پیغمبر تربیه شد، با امت خود درس بده که من با وصفی که همین قدر مشکلات اقتصادی دارم، مصروف جنگ و جهاد و دعوت و تبلیغ هستم، لیکن نه کفالتی یک تعداد یتیمان هم به ذمه خود میگیرم. این پیغمبری ما بود. ما و تو چی کردیم؟ از دست یتیم کنده برو او تو خودت خورده برو. دین امیره میگه، قرآن امی درس به ما داده. والمساکین، بعد از او کسایی که از پای افتاده، موقع نداره که کار و روزگار بکنه، بیچاره در خانه هسته، گریان میکنه، اولادش از پیشش تقاضا میکنه نان پدرجان، هیچ نان وجود نداره، شرمش میاد، خجالتش میاد که با مردم دست خود دراز کنه. تو همسایه هستی، در یک ماه دودش برآمد، در یک ماه بوی گوشت برآمد، یک روز در دست همی فقیر میوه را دیدی؟ کدام روز پرسانی کردی؟ ختم بگی امی همسایت مسکین آگاهی نداره، در ختمم خبر نکرده، پسان در آشپز میگی یک چیزی ناچیز از پس خورده نمونده، این را دمی همسایه روان کن تا آلی را کلی پیشه که سری وکیلا و مدیرا کل گیر از کار بیکار کده بودی، اینجا جمع کده بودی به نام ختم. آلی حقیقت و هویت ختم شناخته که ختم چیست؟ خب قرآن چی میگه؟ وقولوا للناس حسنا، نکی برنامه عملی که افعالتانی طور درست است، احساس و انگیزه داره، بلکه بگوی به عام مردم شما چه قسم روش داشته باشه، مکالمه تان چی رقم باشه، مؤدبانه بگوی برای مردم حسنا، آن چیزی که خوب است، نیک است به نزد الله تبارک و تعالی. قطعی مردم پیش آمدی، خوش آمدی، خیلی خوش بکنی. عام زندگی، برنامه مکمل زندگی. چی رقم زندگی است؟ از کجا شروع میشه؟ از احترام پدر و مادر شروع میشه، در قارب به یتیم میرسه، در مسکین. عام مردم قطعش روش نیک بکن زندگی. خب چرا جنجال است؟ پلاستیکی تا از اشغالی پر میکنی، در بامی همسایه میندازی. اگر من همون پلاستیک در دروازه تو بندازم، امی دو چرمیشی میبرای دو دشنام میزنی، آیا او خوش داره که پلاستیک در دروازه از او پرتی؟ بی برام. و قولوا للناس حسنا، و کل مردم سخنان نیک گفت بگویی، بله پابند احکام الله باشه. و اقیموا الصلاة، رابطی تان با امر الله قایم کنه، نماز درست و برابر ادا کنه، با جماعت در وقت وادیش، با خشوع و خضوع، با مراعات تمام سنتا. وقتی میشه که موافق نمازی کی باشه؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم. و آتوا الزکات، بده زکات تانه، آن چیزی که سر شما واجب است دادنی از او، سرتان فرض شده، ټال مټال نکو. اگر کتاب داری کتاب بده، رخت داری رخت بده، پیسه داری پیسه بده، آرد داری آرد بده، روغن داری روغن بده. اگر برنامه زکات عملی شود کسی فقیر باقی میمانه؟ قطعا نمیمانه. خب الله چی میگه؟ ثم تولیتم، باز شما روگردانی کردی، اعراض کردی بعد از این همی هدایتا، الا قلیلا منکم، مگر خیلی کم افراد از شما. و انتم معرضون، شما عادتیتان خویتان همیشه این همیطور اعراض کردن از احکام الله است. چرا وعده محکم گرفته بود چرا عمل نکردی؟ برای ما خوب نیست، برای خودتان خوب است. اگر ما این برنامه را عمل کنیم برای کی خوب است؟ برای ما خوب است. چرا این را ما عملی نمی کنیم؟ اینی قسم از خباسات دیگه شامده بعد از او برای ما میاد. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه. دعا بکنید. بعضی دوستان دعا را طلب کرده برای مریضی، الله شفای عاجل برایشان نصیب بکنه. مریضای همه مسلمان‌ها را، خصوصا کسانی که مطالبه دعا کرده، الله مریضیشان شفا بده. الله مجاهدین مسلمان در هر سرزمین کامیاب بسازه. الله دشمنای دین در هر سرزمین مقهور و مغلوب، رسوا و شرمنده بگردانه. الله عزت مسلمان‌ها را اعاده بکنه. الله فهم صحیح و درست کتاب الله را نصیب ما بگردانه. توفیق عمل بالای احکام قرآن نصیب ما بکنه. الله در جامعه ما قرآن و حدیث قائم بگردانه. حکومت قرآن و حدیث الله برقرار بسازه. از هر قسم آفات و بلیات الله ما را نگاه کنه. مرده های مسلمان که مبتلا به عذاب است، الله کل مرده های مسلمان مغفرت نصیب بکنه. طاعت و عبادتی که در ما، اگر تلاوت و صدقه است، اگر نماز است،
اگر روزه است هر طاعتی که داریم الله به فضل احسان خود قبول بگردانه، ما را توفیق مزید انجام عبادات دیگر برای ما نصیب بگردانه. الله تبارک و تعالی بندی های مسلمان ها را از بند خلاص بکنه، خصوصا او کسایی که هیچ گناهی نداره، جرمی نداره، جرمشان فقط لا اله الا الله گفتن است. الله با عزت و آبرو واره از بند خلاص بکنه. الله تبارک و تعالی ما و شما را خدمتگار کتاب الله بگردانه، توفیق بده که ما همیشه در خدمت کتاب الله و حدیث پیغمبر صلی الله علیه وسلم قرار بگیریم و همین عمل ما را الله قبول کنه. ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم.